سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز قرار گردشی داشته باشیم به امامزاده هاشم در رشت. این روستا از توابع بخش سنگری شهرستان رشت هستش. یه توضیح هم اول ویدیو بدم که به خاطر اینکه رانندگی در جاده در ولاگ اصلی انجام نشد، بخش ابتدایی رو در یک روز دیگه انجام دادیم. امامزاده هاشم یکی از جاذبه‌های گردشگری مذهبی شهرستان رشت حساب میشه که در کیلومتر 30 جاده رشت قزوین قرار داره. این روستا به خاطر وجود سوغات سرا، زیتون فروشی و کبابی های زیاد مورد توجه مسافران قرار داره. مقبره خود امامزاده هم در بالای کوه قرار داره و به علت ارتفاع زیاد نسبت به زمین های اطراف منظره زیبا و جذابی داره که در فصل‌های مختلف زیبایی‌های متنوعی داره. لینک مربوط به ولاگ‌های شهرستان رودبار، دریاچه عروس، پارک جنگلی سروان و موزه میراث روستایی که نزدیکی این منطقه قرار دارم هم در بخش توضیحات ویدیو قرار دادیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. بریم داخل امامزاده زیارتی کنم. بعد دوباره من پام در جواد خدا باید برم توصیه حجاب توصیه حجاب و خواب